میدونستی چرا اسکیموها همسرشون رو به مهموناشون تعارف میکنن؟ یا میدونستی چرا خونه برفی اسکیموها آب نمیشه و چرا خونه هاشون از برفه؟ یا درصد قابل توجهی از اسکیموها گروه خونی ب دارن؟ در این ویدیو با همدیگه سفری خواهیم داشت به دنیای عجیب و غریب اسکیموها و با رسم و رسوم و آداب و فرهنگ جالبشون آشنا میشیم. اسکیموها مردمان شمال ترین نقطه کره زمین هستند. این گروه خاص از انسان‌ها دارای شرایط خاص زندگی و آداب و رسوم عجیب و غریبی هستند. اسکیموها دسته‌ای از اهالی آسیا هستند که به سرزمین‌های سرد شمال مهاجرت کردن و در اونجا زندگی می‌کنند. وسیع‌ترین منطقه زندگی اسکیموها آلاسکاست. اسکیموها ساکنان اصلی بومی در منطقه قطبی و پایین‌تر از قطب شمال در گرینلند، کانادا، آمریکا و شرق دور روسیه یا سیبری رو تشکیل میدن. برآوردهای اولیه در قرن 21 نشون میده که بیش از 135,000 نفر از اسکیموها وجود دارند که 85,000 نفرشون در آمریکای شمالی، 50,000 نفر در گرینلند و تعداد کمی هم در سیبری ساکنند. مردم اسکیمو از نظر فرهنگی و بیولوژیکی از گروه‌های بومی همسایه مانند سرخپوستان آمریکایی و سامی‌های شمال اروپا متمایزند. درصد قابل توجهی از مردم اسکیمو هم دارای گروه خونی ب هستند که به نظر میرسه در سایر گروه‌های بومی آمریکایی وجود نداره. از نظر فرهنگی زندگی سنتی اسکیموها کاملا با محیط سرد و یخزده اطرافشون مطابقت پیدا کرده. در این ناحیه تقریبا گیاهی وجود نداره و درخت هم کمیابه. اونها تیر و کمان و نیزه میسازن و خوک آبی، نهنگ، ماهی، پرندگان دریایی کوچک و گوزن قطبی شکار میکنند و برای شکار نهنگ‌ها از قایق‌های بزرگی به نام اومیاگ استفاده میکنند. در تابستون اکثر خانواده‌های اسکیمو با تیر و کمان به شکار میرن. لباس اسکیموها از خزهای کاریبو طراحی شده که از اونها در برابر سرمای شدید محافظت میکنه. بیشتر اسکیموها در خانه‌های پوشیده از برف به نام ایگلو زندگی میکنن و در تابستون هم در چادرهای پوست حیوانات زندگی میکنن. خب اگر علاقمندی از شگفتی‌های کشورها و آداب و رسوم عجیب و غریبشون آشنا بشی، کانالمو سابسکرایب کن و ویدیوهامو دنبال کن. یه رسم عجیب و چندشاور اسکیموها مبادله همسراشونه. ارائه همسر به میهمان جنبه‌ای از مهمان نوازی اونهاست که برگرفته از آیین‌های شمینیستیه. این رسم به نوعی لطف به مردی بود که به شکار رفته. حتی مبادله همسر میتونست به شکل ازدواج اشتراکی رسمیت پیدا کنه و این رابطه عجیب باعث میشد فرزندانی متولد بشن که اونها هم مشترک باشن. در قطب شمال با توجه به فضای سخت زندگی و نیاز شدید به همکاری، بسیاری از ازدواجها به شکل قراردادی اتفاق میفته و معمولاً افراد نقش زیادی در تعیین همسر خودشون ندارن. با توجه به اینکه نیاز شدیدی به ازدواج دیده میشه، اسکیموها برای بقای خود به جای اینکه به شکل متداول مردم دیگه طلاق بگیرن، همسر خودشون رو تغییر میدن. در این راهکار که به اون تعویض همسرم میگن، در واقع هدف اصلی دوام آوردنشونه. زیرا در صورتی که فرد همسر دیگه ای رو نپذیره، زندگی خودش و خانواده‌اش رو به خطر میندازه. معمولا افراد در قطب شمال جایگاه یکسانی دارن و زن و مرد نسبت به یکدیگر برتری خاصی ندارن. داشتن بیش از یک زن هم در فرهنگ اسکیموها نشانه اینه که مرد میتونه از عهده مخارج بیش از یک زن بر بیاد. همچنین روابط عاشقانه در جلوی فرزندان موضوع عادیه واسهشون. متوسط عمر اسکیموها حدود 40 ساله. لباس و غذای اسکیموها از پوست خز و شکار تهیه میشه. اسکیموها در تابستون از چادرهایی از پوست گوزن و در زمستون از قطعه‌های یخ و برف خونه درست میکنن. اسکیموها واسه حمل و نقل خودشون از سورتمه‌های استفاده میکنن که سگ‌ها یا گوزن‌های قطبی اونها رو میکشه. با وجود اینکه در قطب شمال هوا فوق‌العاده سرده، اما اسکیموها خانه‌های خودشون رو از یخ میسازن. از اونجایی که آب و یخ نارسانه گرماست، گرما از درون خونه‌های یخی که اسکیموها میسازن خارج نمیشه و خونه‌های برفی از اسکیموها در مقابل سرما محافظت میکنه. خونه‌های یخی اسکیموها بسیار مقاوم و نفوذناپذیرن و از اونها در برابر خرس‌های قطبی هم محافظت میکنه. اسکیموها ابتدا قالب‌های یخی رو به صورت مکعبی میتراشن و به کمک برف به صورت گنبدی شکل روی هم قرار میدن و بعد درون خونه برفیشون رو آتش روشن میکنن و تمامی درزهای اون رو با برف میپوشونن.
وقتی خونه ساخته میشه وقت فعالیت زن میشه. اون چراغ‌های مخصوصی رو که با چربی نهنگ میسوزه رو روشن میکنه تا فضا گرم بشه و در خونه رو با یه قطعه یخ میبنده و همه جا رو مسدود میکنه. در این هنگام برف‌ها شروع میکنن به آب شدن، اما به دلیل سقف گنبدی و محدب خونه تکه‌های یخ سقوط نمیکنه. اسکیموها ابزار و وسایلی که برای زندگیشون استفاده میکنن کاملا متفاوته. اونها از استخوان‌های حیواناتی که شکار میکنن به عنوان ابزاری کارآمد استفاده میکنن. اسکیموها به دلیل عدم وجود امکانات مدرن از طبیعت به بهترین شکل بهره مند میشن. به عنوان مثال برای روشنایی و سوخت گرمایشی از چربی حیواناتی که شکار میکنن استفاده میکنن. اسکیموها برای تهیه خوراک و پوشاک خودشون از تمام اجزای حیواناتی که شکار میکنن استفاده میکنن. گوشت اونها رو به شکل خام پخته میخورن، از پوستشون برای خودشون چادر برای زندگی و لباس برای پوشیدن استفاده میکنن. اسکیموها مواد گوشتی رو آغشته به نمک میکنن، درون برف نگهداری میکنن که مواقعی که حیوانی برای شکار وجود نداره از اون بتونن استفاده کنن. و اما رسم عجیب اسکیمو در مراسم تدفین. مراسم دفن مردمان سرزمین‌های یخی نیز با یکدیگر متفاوته. اونها در گذشته حفره‌های بزرگ رو به عنوان گور حفر کرده و چندین مرده رو با هم داخل اون دفن می‌کردن. اما امروزه این گورها به صورت تک نفره حفر میشن. اسکیموها آن وسیله‌ای که باعث مرگ فرد شده هم با اون دفن میکنن، زیرا بر این باورن که استفاده مجدد از این ابزار توسط افراد دیگه شگون نداره و باید از بین بره. رفتار عجیب دیگه‌ای که در میان این مردم رایجه اینه که اونها افراد پیر هر خانواده طایفه رو روی یه تکه یخ در دریا رها میکنن تا از سرما یخ بزنن یا از گرسنگی بمیرن. اونها بر این اعتقادن که مردگان در جهان دیگر ادامه حیات میدن، لذا خودشون با دست خودشون افراد پیر خانواده رو بدون اینکه خاری دوران پیر رو تحمل کنن با عزت به سوی زندگی بعد از مرگ میفرستن. امیدوارم که از این ویدیو خوشت اومده باشه. حالا به هم بگو دوست داری ویدیوی بعدی در مورد کدوم کشور باشه و اگه آداب و رسوم کشوری برات مهمه واسم کامنت کن تا در ویدیوی بعدی در موردش صحبت کنم.